از شما پرسیدم که چرا شما نرفتید و به کسی آواز ندادید؟ خب دیگه انتخاب یعنی اشتراک نکردید، سبب در چی؟ خب من اگر خودم مجبورم که میکردم من رفتن نمیتونستم. یکم دوم که من گفتم من در مسخره بازی و قانون ویرانکنی شرکت نمیکنم. برای چی؟ برای که پگاه ملت از این کار بپرسه. من میتونم از شما پرسم که شما با کی آواز داده اگر خب سکرت نباشد؟ به کسی آواز ندادم، همه اشو خط داده و برگشتم. احسن. حالا شما برای سوال خودتان الان جواب گفته عزیزای دل. من میدونستم که همین گونه از سوال میشود. انتخابات قبلی مجلس وقتی رفتیم، ما رفتیم انتخابات همراه دوستامان، همراه خب دیگه ستاد مرکز تاجیکان رفتیم انتخابات. شما دیدید ما را چگونه مسخره کردن. ما در پشت در 1 ساعت 1.5 ساعت در خنوکی ایستادیم. زمستان بود، همین گونه خنوکی بود. 1 ساعت 1.5 ساعت ایستادیم، نوبت پاییدیم، در آمدیم و آواز دادیم و بیرون شدیم. برای چی آواز دادیم؟ به خاطر که نماینده حزب دموکرات استاد احمدشاه کاملزاده در روی خط نماینده نامزدا بود. ما وقتی بیرون شدیم زود ما را نوار گرفتن، زود این نوار رفت فیسبوک. بعد این اوانگارد و چوانگارد اعلان کردن که عزت امان، یعنی من جنایتکار، خیانتکار، خیانت وطن، خائن وطن و ملت، از کرده های خود پشیمان گشته به سفارت برای آوازدهی آمد. یعنی من جنایتکار که 10 تا آدم کشتم مثل خوجه کماندیر و 20 تا آدم خانه‌ش گرفتم رنگ مثلا دیگرایی که امروز هستند در تاجیکستان و هزارها را بیخانه و در کردم. من جنایتکار از کرده خود پشیمان شده آمدم و آواز دادم. یعنی این کار ما را طرف حکومت و جانب اون طرف همه خیلی قبول کردن. یعنی من پشیمان شدم و آمدم و آواز دادم. هنوز ما از سفارت دور نرفته بودیم که علاقه این کار در فیسبوک و در سایت ها و در چیزای همون اوانگارد و چوانگارد و خوانگارد و خیانتکار همونایان. شما بینید امروز چیکار کردن اونا. همون اوانگارد 20 نفر 30 نفر از این شهر به اون شهر میرون. همینایی که در همین کامپیوتر میشینن بغیر از حقارت کنی کار دیگر ندارن. فقط دیگر اندیشا را، عالما را، شاعرا را، نویسنده ها را، بزرگای این ملت فقط حقارت میکنن. مادر، زن، خواهر نمیماند. همه را خائن میگن. همه ما خائنیم. شاعر، نویسنده، بزرگای این ملت برای این گروه خیانتکارن. همه اینا خائن وطن و ملتن. ما یعنی حالا با این حال ما کجا میرفتیم؟ با این حال ما میرفتیم که باید بار دیگه ما را نوار گیرن در فیسبوک پرتایان گفتن که عزت امان از کرده های خود. یعنی چی کرد عزت امان؟ یه روز ده 7 مرده را رفت مار به مار گرفت، رفت در بنیسه کمک کرد، رفت این کرد وای کرد. خیانت ما یعنی دست مهاجر را گرفتن. خیانت ما یعنی مارگ به مار رفته مرده تاجیک برداشته آوردن. یعنی من خیانتکار به خاطری که به ملتم خدمت میکنم. حالا با این حال شما کجا میروید؟ خب من اگر خودم مجبورم که میکردم من رفتن نمیتونستم. یکم دوم که من گفتم من در مسخره بازی و قانون ویرانکنی شرکت نمیکنم. برای چی؟ برای که پگاه ملت از این کار بپرسد. به خدا قسم ما در پیش خدا از این کارامون جواب میدیم. بنابر همین من نرفتم و هیچ کس نگفتم که شما بروید. این انتخاب نیست عزیزای دل، این مسخره بازی است. انتخابات اگر میشد به خدا قسم قلب ما مالامال یک انتخابات واقعی است، نه این مسخره بازی.